أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته، پایان آیات گذشته، این نکته را خواندیم که الله عزوجل برای تهذیب اخلاق و اصلاح اخلاق چند نکته و چند دستور صادر می فرماید. دو تا از اونها خواندیم، یکی ذکر الله و یکی شکر الله. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. و سومین نکته صبر هست و چهارمین دعا هست. الله عز وجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنان، شما کمک بگیرید در مصائب، در مشکلات کمک بگیرید با صبر و صلات. صلات را به معنی دعا میکنیم. یکی از راهکارهای حل مشکل صبر هست و دیگه دعا هست. دعا فرج تمام مشکلات و مفتاح تمام گره ها هست، کلید تمام گره ها هست. الله عزوجل به وسیله دعا گره ها را باز می کند. پس مراد از صلات اینجا دعا هست و اگر مراد از صلات نماز باشد، نماز هم شامل دعا هست. در نماز هم دعا داریم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم هرگاه مشکل پیش می آمد، هرگاه پریشانی پیش می آمد، متوجه نماز می شدند. حتی اندک بادی می وزید که احساس خطر می شد، فوراً به صلات و به نماز متوجه می شدند. لذا برای یک مؤمن بهترین کلید برای حل مشکلاتش نماز هست و دعا هست که انسان همیشه متوجه نماز بشه، متوجه سجده الله بشه. چقدر رب راضی میشه، خوشنود میشه که بنده به وقت هر گرهی به او مراجعه بکند، او را سجده بکند، جلوی او کرنش بکند. لذا این را در زندگی خودتون جزء اصل الاصول قرار بدید که در کوچکترین مشکل، نه مشکلات بزرگ، حتی مشکل کوچکی که دارید متوجه نماز بشید و این خیلی علاوه از اینکه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است،
خیلی ربتون را راضی می کند. استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. همانا الله عزوجل همراه صابران هست. معیت الله با صابران هست. معیت بسیار چیز بزرگی هست. الله یه جایی می فرماید مع المتقین هست، مع الذین اتقوا، ان الله مع الذین اتقوا. معیت الله با چند گروه هست که در قرآن آمده. یکی با اهل تقوا والذین هم محسنون، با اهل اخلاص و با اهل احسان، و دیگه مع الصابرین، با اهل صبر. چون که صبر بعد از فکر و بعد از تدبر به دست می آید. انسان وقتی که فکر می کند که مشکلی که برای من آمده از سوی ذاتی هست که خیرخواه من هست، ناصح من هست، از هر کسی بیشتر مهربان من هست، حتی از اون مادر مهربان اون بر من مهربان تره، او برای من این مسئله را پیش آورده، قطعا خیر من در این است. این باعث صبر میشه، این باعث تقویت انسان میشه. پس الله عزوجل معیتش و همراهیش با چنین صابران است. ولا تقولوا لمن یقتل. اینجا الله عزوجل بالاترین نوع صبر را ذکر میفرماید. بالاترین نوع صبر اینه که انسان کشته بشه، شهید بشه در راه الله. لذا الله عزوجل میفرماید او را اصلا مرده نگویید، مرده معمولی نیست. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نگویید برای کسی که کشته میشه در راه الله او مرده هست. بسیاری از مترجمین، غالبا شاه عبدالقادر رحمه الله نوشته مرده معمولی نگویید، او مرده معمولی نیست، با بقیه مرده ها او فرق داره. در جنگ بدر تعدادی از صحابه شهید هم شدند. 14 نفر شهید شد در جنگ بدر. 8 نفر از انصاری ها بودند و 6 نفر از مهاجرین بودند. اونجا منافقی در اون جنگ همراه نبود. بعد از اینکه برگشتند به مدینه طیبه، منافقین گفتن بیچاره ها زندگیشون را مفت به باد دادند، چی گیریشون آمد؟ و لطف زندگی و شیرینی زندگی را بدون هیچ چی، بدون هیچ عائد، بدون هیچ منفعت به باد دادند، از دست دادند. الله عزوجل فرمود نخیر، اونها را نگید مرده، اصلا اونها مرده نیستند، بل احیان، اونها زنده هستند، اما ولکن لا تشعرون، شما نمیفهمید. این نکته را میخوام کوتاه عرض بکنم. آیا مگر کسی کشته میشه در راه الله زنده هست؟ قرآن که گفته زنده هست، زنده هست، اما زنده ای که پیش ما زنده باشد نیست. زنده اگر منظور زندگی دنیا هست، زندگی دنیا نیست. اگر زندگی دنیا بود چرا مالش را تقسیم کرد؟ اگر زندگی دنیا بود چرا زنش رفت ازدواج کرد؟ اگر زندگی دنیا بود چرا بقیه احکام مرده ها بر او اجرا شد؟ پس چه زندگی هست؟ قرآن خودش میگه بل احیاء عند ربهم، حیاتی که نزد ربشون هست، که همه علما مفسران معتقدن اون حیات برزخی هست، حیات برزخیه. خب شما میگید بقیه مرده ها هم تو، بقیه مرده هایی که معمولی هستن اونها هم میمیرند و میروند در محضر پروردگار، اونها هم اونجا هستن، اونها هم در برزخ هستند. بله اونها هم حیات برزخی دارند، ولی مال شهید کیفیتش بالاتر است. کیفیتش الان این مسائل جز مسائل غیب هست، ما زیاد نمیتونیم اونجا اظهار نظر بکنیم.
به اندازه انسان میتونه اظهار نظر بکنه که در قرآن و سنت وارد شده. بیشتر از اون قیاسات ما هستن، اونها درست نیستند. در این رابطه روایتی داریم که این روایت را صاحب جلالین هم نقل فرموده. اون روایت اینه که کسانی که در راه خدای عزوجل جان میدهند، شهید میشوند و میمیرند، فرمودند که ارواحهم فی جوف طیر خضر، ارواح اونها در کالبد پرندگان سبز رنگی هست که اینها در قنادیلی و در لانه‌هایی جای داده میشوند که در زیر عرش رحمان، در قنادیل بسیار قشنگ و زیبا و نورانی اونجا هستند و در باغهای بهشت، این که عند ربهم یرزقون در اون آیه سوره آل عمران است، و در باغهای بهشت و درختان بهشت می روند و لطف می کنند. پس معلوم میشه هر چی هست در همون عالم است، رزق حیات و خوشی عیش هست. این معنیش این نیست که زنده هست اینجا تو این قبر دنیا که انسان بره با او صحبت بکنه، بعضی برند اونجا طلب شفاعت بکنند. نه، اینا ثابت نیستند. عرض کردم اینا را ما دیگه قیاس نکنیم، همون اندازه که در حدیث آمده. اونجا پیش الله عزوجل هستند، عند ربهم هستند و در بهشت اونها هر روز لطف و لذتش را میبرند، تو باغهای بهشت میچرند، میخورند، استفاده میکنند، لطف میبرند. پس الله عزوجل این بالاترین قسم صبر که کسی که در راه خدا شهید میشه اینه فرمود. و علاوه از اینها پایین ترینش هم هست، علاوه از این مصیبت ها که اینجا صبر بالا میخواد، پایین ترش را الله تعالی بیان میفرماید که ما برای شما امتحاناتی، ابتلاعاتی، آزمایشاتی خواهیم آورد. الله میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف، البته حتما شما را ما می آزماییم، امتحان میکنیم با چیزی از خوف، هراس، وحشت، والجوع و گرسنگی، و نقص من الاموال و کمبود مال، ورشکستگی و فلج شدن اقتصاد، کساد بازار، والانفس و همچنین نقص انفس، جانهای شما یا نقص عضو یا از میان شما عزیزان یکی بعد از دیگری اونها را میگیریم، و الثمرات و همچنین ثمرات، میوه ها. البته ثمرات را دو نوع ترجمه تفسیر کردن، بعضی گفتن ثمرات میوه ها یعنی بر باغهای شما هم آفت میاریم، بعضی گفتن نه مراد ثمرات میوه زندگیه. میوه زندگی انسان چیه؟ فرزنده، اولاد شما را گاهی میگیریم. شاید در دنیا بزرگترین مصیبت همین باشه که انسان فرزند و جگرگوشه خودش را از دست بده. بالاخره این هم مصیبت های کوچک و بزرگند، اما در مقابل همه این آفات و بشر الصابرین، مژده بده صابران را. الذین، این علامت صابران و صفت صابران اونهایی هستند الذین اذا اصابتهم مصیبه، هرگاه به آنان مصیبتی میرسد، تیر مصیبت جگری اونها را هدف قرار میده، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همانا ما مال الله هستیم، ما مملوک الله هستیم، از آن الله هستیم، و انا الیه راجعون، و ما فقط و فقط به سوی او برمیگردیم. یعنی در وقت مصیبت به فکر مالک میفته. مالک ما کیه؟ صاحب ما کیه؟ رب ما کیه؟
لذا میگویند که یعنی این فکر میکنند که اون چی که از دست دادم ما هم مال او، من هم مال او. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست. قدیما می نوشتن سر این کتاب های مدرسه طلاب. واقعا جمله خوبی هست. اگر کسی فرزندش را از دست داده، در حقیقت مالک اصلی خداست. خدا اینو به ما داد، از ما گرفت، ما هم مالی او هستیم. این ماشین، این باغ، این مغازه، این سرمایه مالک اصلی خداست. انسان اگر اینقدر دوراندیش باشه و فکرش کار بکنه که مالک اصلی من نیستم، این انسان صبور میشه، این انسان تسکین میشه. لذا سبحان الله، الله عزوجل چطور فکرها را اصلاح میکنه. وقتی فکر و ذهن من تو اصلاح بشه، اون وقت این گوهر بزرگ که صبر باشه هم الله تعالی نصیب میکنه. و انا الیه راجعون. مگه ما تا که اینجا هستیم اون عزیز از دست رفته؟ ما فقط و فقط به سوی او برمیگردیم، بازگشت ما به سوی او هست. خب این افراد که چنین از خود صبر نشان میدهند، از خود تحمل و شکیبایی نشان میدهند، الله عزوجل چند ثمره و چند نتیجه که اینها نتایج صبر هستند و عائد اونها میشه اعلام میفرماید. اول نتیجه اخروی، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. سه چیز را الله میفرماید. این افراد، این گروه، بر آنها صلوات از جانب رب. صلوات بعضی از بزرگان و مترجمین بزرگوار ترجمه کردن شاد باش، احسنت، آفرین. این هم در دنیا است هم در آخرت. یعنی خدای عزوجل یک امتیازی، یا به تعبیری عرض کنم بلا تشبیه هم بگم بلا تشبیه، لوح تقدیری بهشون میده. آفرین بنده، خوب فکرت کار کرد، حقیقت را گفتی و به سوی حقیقت آمدی. اولئک علیهم صلوات من ربهم، احسنت بر آنان از جانب ربشان، و رحمت و رحمت، نزول رحمت از جانب رب العالمین. صلوات و رحمت در واقع دو تا عدلند. عدل میگویند یک طرف بار شتر را، دو تا عدلند یعنی دو بار دو طرفه هستند. یک طرفی صلوات، یک طرفی رحمتی. چون صلوات هم به نوعی معنیش رحمت میاد، دعای خیر میاد، یعنی از سوی الله عزوجل جملات دعایه و خوب، و همچنین رحمت عملی بر اونها میبارد. و سومین نتیجه این در دنیاست، و اولئک هم المهتدون. و این افراد، اینها هستند هدایت یافتگان، اینها هدایت یافته، اینها به راه درست رسیده. لذا الله عزوجل درباره صبر می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. بظاهر این آیه با گذشته ارتباطی ندارد، اما بعضی از مفسران بزرگوار می فرمایند ارتباط دارد. خدای تعالی در آیات گذشته چی فرمود؟ درباره صبر فرمود. و ان الصفا والمروه یکی از نتایج بزرگ صبر هست. صفا و مروه نتیجه چی هست؟ صبر هست. صبر کیه؟ مادر هاجر. اونجایی که در اون وادی لم یزرع، در اون سختی گرمی مکه، در اون روزهای داغ و در اون میدانی که جرعی و قطره آب نبود برای نونهال و
کوچولویش اسماعیل و بیتاب بود و از صفا به مروه میدوید و از مروه به صفا میدوید برای قطره آب. الله عزوجل این کرامت را بخشید که این صفا و مروه را جز شعائر قرار داد. شعائر، ان الصفا والمروه من شعائر الله. پس اگر این جمله را بنویسید اون وقت ربطش با گذشته معلوم میشه. یکی از نتایج بزرگ صبر، یکی از نتایج بزرگ واقعا صبره که صفا و مروه از شعائر الله هستند. و عرض کردم در آیات گذشته که 5 شعبه اینجا بیان میشه برای تهذیب و اصلاح اخلاق، تربیت اخلاق. این 5میش هست. اول چی بود؟ ذکر، دوم شکر، سوم صبر، چهارم دعا، پنجم تعظیم شعائر الله. شعائر الله را گرامی بدارید. لذا این هم شعائر الله که به برکت صبر اینها حاصل شد. شعائر الله چیه؟ اصلا یه تعریفی از شعائر الله، تعریف جامع و کامل. شعائر الله هي زمان العبادت و مکان العبادت و علامات العبادت. هر چیزی که زمان عبادت باشه، مثلا جمعه از شعائر الله هست، عیدین از شعائر الله هست، حج و مقامات حج که تمام محل عبادت هستن از شعائر الله هست، مسجد از شعائر الله هست، اذان از شعائر الله هست و بعضی از علائم. هر چیز، هر علامتی که چیه باعث عبادت میشه. بسیاری از علما گفتن ریش از شعائر الله هست. چطور؟ یکی از علائم ایمان است و اهل ایمان است. معمولا اهل دین میگذارند و کسانی که متبع رسول الله باشند. لذا اگر کسی نگذاشت اون مسیح هست، اشتباه کرده، ترک سنت کرده. اما اگر کسی توهین کرد و مسخره کرد، این به شعائر الله مسخره کرده. حتی بعضی هم میفرمایند در حد کفر. یکی نگذاشتن، یکی تمسخر کردن. از آن سنت، اما از شعائر الله هست. کسی تمسخرش بکنه کفره. پس شعائر الله زمان و مکان و علائم عبادت را میگویند. الله میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر الهی هست. فمن حج او اعتمر، هر کسی، فمن حج البیت، هر کسی حج کرد، حج بیت الله ای قصد البیت، قصد بیت الله را به منظور حج کرد یا عمره کرد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر او گناهی نیست که طواف کند به آن دو. طواف مگر مباح است یا واجبه؟ از نظر بقیه ائمه، امام شافعی بزرگوار، امام مالک رحمهم الله، همه از نظر اینها فرضه. از نظر امام ابو حنیفه واجبه. پس چطور میفرماد گناهی نیست؟ اینو در حدیث توضیحش آمده. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه پرسیدند. آن حضرت فرمود چون 2 بت بودند به نام اساف و نایله، این 2 بت را یکی را بر صفا گذاشته بود و یکی را بر مروه. در زمان جاهلیت هر وقتی که بین صفا و مروه میرفتن، این 2 بت را تعظیم میکردند، دعا میکردند، از ایشون حاجت میطلبیدند. لذا ابتدای اسلام گرچه این 2 بت را برداشتند، ولی بعضیا اون ذهنیت را داشتند که بین صفا و مروه نکنه که برای ما گناه باشد، چون جب محل بتها بود. الله عزوجل فرمود فلا جناح علیهما، یعنی به دلیل اینکه اون بتها بودند، اونا تو ذهنتون نباشه گناهی نیست، اونا الان از بین رفتن.
نه اینکه نفس سعی بین صفا مروه را بفرماید، نه، به خاطر اون بت‌ها گناهی نیست. و من تطوع خیرا، هر کسی که تطوع بکنه، یعنی بیشتر از اون چیزی که بر او لازم است خیری انجام بده، مطلق، چه حج، چه عمره، چه صدقه، چه نماز، فإن الله شاکر علیم، بدون شک خدای عزوجل قدردان است. شاکر به معنی قدردان، ای مجاز علی الطاعه، بر اون طاعت انسان را چی میکند؟ الله عزوجل جزا میده. و علیم، و الله این علیم هست، این خیر را که انسان انجام داده میدوند، لذا الله عزوجل بیخبر نیست. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. خب در آیات گذشته بحث چی بود؟ بحث قبله بود و بحث رسالت رسول الله بود و بحث اهل کتاب و اعتراضات اونها و جواب شبهات و اشکالات اینها. الان بعد از اینکه الله عزوجل در بحث قبله را فرمود و باز در وسط بعضی از نعمتهای دیگر مثل همین قبله، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که نعمتی از جانب الله است، اینها را ذکر فرمود. حال تتمه اون بحث میاد، یعنی آخرین نکته که در اون بحث است. آخرین نکته اینه که همه آنچه که گفته شد، چه درباره تحویل قبله، چه درباره خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، علمای اهل کتاب این مطالب را نیک میدانند، خوب میدانند. اونایی که واقعا کتاب خوندند، تو کتابهای خودشون در تورات، در انجیل میدونند، با وجود که میدانند کتمان میکنند، حق پوشی میکنند. حال در تتمه اون بحث جزای کتمان اونها بیان میشه. الله می فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، زجر، سرزنش همراه با تخویف اخروی برای اهل کتمان. همانا کسانی که کتمان میکنند آنچه که ما نازل کردیم از بینات و دلائل و همچنین هدایت، راهنمایی، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه همون مطالب را برای مردم بیان کردیم در کتاب، منظور جنس کتاب است، چه در قرآن، چه در تورات، چه در انجیل. در همه این کتاب ها این بیانات هست، ملاها هم میدونند و نمیگویند، لذا ثمره کتمان. اولئک یلعنهم الله، این گروه الله اونها را لعنت می فرماید، نفرین می فرماید. و یلعنهم اللاعنون، و آنها را نفرین و لعنت می کند تمام لعنت کنندگان، فرشتگان، جن، انس، همه اینها را لعنت می کند، مگر از این کاتمین استثناء هستند تائبین. کسی که تعالی کتمان کرده از این به بعد توبه بکنه او استثناء، ترغیب توبه است. الا الذين تابوا و اصلحوا، مگر کسانی که توبه می کنند از کتمان، و اصلحوا ما افسدوا، اونچه که تعالی فسادی که تعالی کردن، تعالی با کتمان خودش فساد کرده، چون حق را به مردم نگفته. اصلاحش اینه که جبران بکنه، بگه مردم من تا به حال واقعیت را نگفتم، واقعیت اینه، اصلاح اینه. و بینو، بیان کند، ما کتمو، در گذشته کتمان کرده، بگه من کتمان کردم. اگر واقعا اینطور توبه بکنه، فاولئک اتوب علیهم، نتیجه توبه. الله میفرماید افراد من بر اونها رجوع میکنم، من توبهشون را قبول میکنم. چرا؟ و انا التواب الرحیم، من ذاتی هستم تواب، بار بار رجوع میکنم یا به کثرت میپذیرم توبه ها را. ای الرجاء المبالغ فی قبول توبتی، و مهربانم الرحیم بهم.
اما کسی توبه نکند و با همون کفر و کتمان بمیرد، خدا نکنه، اون وقت خیلی برایش خطرناکه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، همانا آنهایی که کفر میکنند و میمیرند در حالی که کفارند، یعنی با همون کفر میمیرند همیشه و همیشه اینها زیر لعنتند. اولئک علیهم لعنت الله والملائکه، این افراد بر آنهاست لعنت خدا و لعنت ملائکه و الناس اجمعین و لعنت مردم همگی. خالدین فیها، همیشه در اون لعنت هستن و جزای اون لعنت هستن، یعنی در عذاب. لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف نمیشه، سبک نمیشه، کاسته نمیشه از آنها عذاب. ولا هم ینظرون، و آنها مهلت داده میشوند، مهلت هم داده نمیشوند، یا اینکه مورد نظر رحمت خدا قرار نمیگیرند. پس این هست نتیجه چی؟ نتیجه عناد و ضد کردن و توبه نکردن. و الهکم اله واحد، این همه بحث آمد بعد از کجا؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. مدعای اصل این بود ای مردم فقط ربتون را عبادت کنید. بحث یهود و نصارا و منافقین و مشرکین تمام برای اثبات همین مسئله هست. بعد از ذکر این همه خباثت های اهل باطل و انعامات رب بر اونها و شبهات و جواب شبهات و جواب اشکالات اونها، الله عزوجل برای بار دوم مدعا را ذکر می فرمایند و الهکم اله. و بعد از اینکه مدعا را ذکر می فرمایند مسئله مقصودی را ذکر می فرمایند، دلیلش را هم ذکر می کنند. بعد از اون دلیل عقلی برایش می آید. لذا الله می فرماید و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی دیگر بغیر از او، هیچ معبودی وجود ندارد. اون معبود چنان معبودی هست که الرحمن الرحیم، بهترین صفات جمال مال او هستند. الرحمن نهایت بخشنده، الرحیم بی نهایت مهربان. چنین معبود شما دارید، چرا سرگردانی؟ چرا این در و اون در میزنی؟ چرا مایوس و ناامیدی؟ ناامید نباش، نه برای این دنیایت چون رحمان دنیا و الاخره هست و نه برای اون دنیایت چون رحیم آخرت است. واقعا یک مؤمن وقتی که صفات مولایش را میخواند باید امیدوار باشه که الله عزوجل چه صفات جمیله و زیبایی دارد. الرحمن الرحیم، قلب انسان را خوشحال و شاد می کند این صفت رحمان و رحیم. لذا باید امیدوار بود. و دلیل اینکه واقعا همین یک معبود است، دیگه هیچ معبودی وجود ندارد، اصلا وجود خارجی ندارد. هر کسی گفته دروغه. دلیل عقلیش اینه ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل والنهار، و همچنین اختلاف شب و روز، اینا هر یک دلیل جداگانه هستن. شما در دلایل گذشته خواندید. خلق آسمان و زمین اولی هست، و اختلاف اللیل والنهار دلیل دوم هست. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، این سومین دلیل است. و همچنین اون کشتی که جاری هست در دریا، بما ينفع الناس، به سبب آنچه که نفع میدهد مردم را. چه نفعی برای مردم داره این کشتی تو دریا؟ سبحان الله، تمام اقتصاد شهر اون، عرض کنم که اون شهری که در کنار دریا است، همین کشتی ها چی میکنند؟ تضمین میکنند.
و سرحال و خوب میکنند، اصلاح میکنند اقتصاد را. پس این دلیل سوم. و دلیل چهارم: و ما انزل الله من السماء من ماء، و همچنین در آنچه که الله نازل می فرماید، نازل فرموده از آسمان آب، فاحیا به الارض بعد موتها، زنده کرد به وسیله اون زمین را بعد از مردنش، که این دلایل در گذشته توضیح داده شده. و دلیل پنجم: و بث فیها من کل دابه، اینم یکی از نتایج احیا هست. و منتشر کرد در آن زمین از هر موجود زنده. این پنجمین دلیل. و ششمین دلیل: و تصریف الریاح، و گشتن و گرداندن بادها به این سمت و به اون سمت، شمال و جنوب، شرق و غرب. و هفتمین دلیل: و السحاب المسخر بین السماء والارض، و اون ابری که معلق است، مسخر است بین آسمان ها و زمین. الله می فرماید در همه این دلائل لآیات لقوم یعقلون، در همه اینها آیات و نشانات است. یک نشانی نه، یک آیه نه، آیات بینات است، آیات واضح و روشن است. اما برای کی؟ برای هر کودن نه، لقوم یعقلون، برای اون قومی که عقل دارد، خرد دارد، فکر می کند. ما متاسفانه فکر نمی کنیم تو آیات، باید فکر کرد. لذا الله می فرماید همه اینها آیات است برای عاقلین، برای مستفیدین من الآیات، اونایی که از این آیات درست بهره می گیرند. اما یک گروه انسان هستن واقعا لا یعقلونند، این همه دلایل را نمی بینند، این همه قدرت خدای عزوجل را نمی بینند، این همه تصرفات را نمی بینند، این همه آیات را مشاهده نمی کنند. اونها به جای اینکه به در الله بیاند، به بارگاه الله بیاند، قرار بگیرند، به در هر باطل میرند، هر معبود باطل. و اون اهل باطل و آلهه باطل را چنان تعظیم میکنن مثل تعظیم خدا. سبحان الله، اینا چقدر واقعا منحرفند، چقدر اینها گمراه هستند. همه چیز را الله عزوجل داده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، نسبت به این رب کریم و مهربان، به این رب لطیف، این همه لطف نسبت به تو دارد، چه چیزی تو را فریب داد؟ اینقدر فریب شیطان خوردی؟ چشم او داد، گوش او داد، زبان او داد، عقل و درک او داد، سلامتی او داد، مال و نعمت او داد. تو افتادی به در غیر و از غیر او میخوای یا فلان تو منو کمک کن، یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، یا فلان اغثنی. چقدر انسان نمک نشناسه، چقدر این انسان ناسپاسه. لذا الله درباره همین انسان ها میفرماید، اینجا زجر و سرزنش است. الله میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضی از مردم هستند، من تبیزی است، بعضی از مردم هستند اونهایی که یتخذ من دون الله، میگیرن به غیر از الله، اندادن، دیگران را شریک، اندادن ای شرکا فی العباده، اونها را در عبادت شریک خدا میگیرند. و بعد یحبونهم کحب الله، آنها را دوست دارن مثل محبت خدا. ببینید همیشه شرک از محبت مفرط درست شده، محبتی که حد و مرز داشته نباشد. این محبت باعث چی میشه؟ تعظیم فوق‌العاده میشه. بسیاری از اساتید و مفسران بزرگوار یحبونهم کحب الله را
ترجمه و تفسیر مرادی میکنن یعظمونهم کتعظیم الله، چون محبتشون نسبت به اونها زیاد هست لذا تعظیم میکنند، و چون حد و مرز نمیشناسند تعظیم مثل تعظیم خدا. ای مسلمان، سجده یک تعظیمی هست که مخصوص خداست، غیر خدا را نکن. رکوع تعظیمی هست که مخصوص خداست. دست بستن تعظیمی هست که فقط در مقابل خداست. دعا تعظیمی هست، همه نوع عبادت ها. ذکر و ورد تعظیمی هست که مخصوص خداست. اینها را برای غیر خدا انجام دادن، همین خدا میفرماید یحبونهم کحب الله. و الا محبت وقتی که به همون حدش باشد، محبت در حد محبت باشه، اشکال ندارد. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما واجبه، اما محبتش در حد یک پیامبر، در حد یک مقتدا، در حد یک الگو، در حد یک حبیب خدا و بنده خدا، نه معبود. اون رسول الله که سید اولاد آدم است، امام انبیا هست، باز هم عبد خداست. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول عبد است، بعدا رسول است. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم را باید دوست داشته باشیم، اما به عنوان یک عبد الله و یک رسول الله، نه به اندازه برابر الله. همون کاری که برای الله میکنیم باید برای او بکنیم. خدا را فریاد میزنیم، او را هم فریاد بزنیم. خدا را سجده میکنیم، او را هم و قبر او را هم سجده بکنیم. نه، هرگز. باید ما حد و مرز را بشناسیم. ما خواندیم در قرآن که همیشه شرک و خرافات درست شده از چی؟ از همین محبتی که حد و مرز نشناسد. قوم نوح و قبل از سیدنا نوح علیه السلام برای اون صالحین ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، برای اونها داغ دیده شدن، محبت اونها در دل بود، اما شیطان آمد و این محبت را از همین محبت سوء استفاده کرد، محبت را تبدیل کرد به عبادت. پس الله عزوجل می فرماید محبت مثل محبت الله نباشد، چون محبتی که با الله داریم اون منجر به چی میشه؟ به عبادت الله میشه. محبت با خلق خدا نباید منجر به عبادت اونها باشه. و عبادت انواع عبادت ها، چه عبادت جانی باشد مثل رکوع، سجود، طواف، مثل یا عبادت زبانی مثل ورد و ذکر، یا عبادت مالی مثل گوسفند کشتن و خیرات دادن و نذر و نیاز دادن. این نوع عبادت ها را نباید برای بنده ای از بندگان خدا ولو اینکه پیغمبری باشد انجام داد. لذا الله می فرماید یحبونهم کحب الله. اما مؤمنین والذین آمنوا اشد حبا لله، آنهایی که ایمان آوردند اونها محبتش هم بیشتر است برای الله، یعنی اونها ربشون را دوست دارند. لذا اینهایی که غیر خدا را چنان تعظیم میکنن مثل تعظیم خدا، عبادت میکنن مثل عبادت خدا، الله عزوجل میفرماید اگر اینها عذاب را ببینند سبحان الله، اون وقت این کارها را نمیکردند، این غلطها را نمیکردند. ولو یرى الذین، شرط است، جوابش و جزایش مقدر است، لما فعلوا، این کار را نمی کردن. الله می فرماید ولو یرى الذین ظلموا، اگر ببینند کسانی که ظلم کردند، اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب را می بینند، عذاب اخروی یا دنیوی را، اگر ببینند که ان القوة لله جمیعا، قوت و قدرت همه فقط و فقط برای الله است،
و اگر ببینند که ان الله شدید العذاب، الله عزوجل سخت عذاب میدهد، اگر اینها ببینند لما فعلوا، یعنی اگر میدیدند این کار را نمیکردند، اگر میدیدند هرگز غیر خدا را مثل خدا تعظیم نمیکردند. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، این از بدل است از اذ یرون العذاب، اگر ببینند کسانی که ظلم کردند وقتی که عذاب ببینند. چه صحنه ای را از اون عذاب؟ این صحنه بالخصوص. اذ تبرأ الذين اتبعوا، وقتی که اظهار براءت می کنند کسانی که متبوع قرار داده شدند، مخدوم قرار داده شدند، یعنی رؤسای کفر، این رؤسای شرک، این رؤسای خرافات که مردم را میگویند بیایید به سوی ما، بیایید به راهی که ما میگوییم، بیایید اینجا به سجده غیر الله، بیایید به سوی خرافات، بیایید به سوی تعظیم غیر الله. اینها وقتی که ببینن پیروانشون را در روز قیامت در جهنم، از اونها اظهار تبری میکنن، میگه ما از شما بیزاریم. تبرع، اظهار براءت میکنن که الذین تبعوا متبوعین، رؤسا، سرداران و بزرگان همین راه شرک، اظهار تبری میکنن از کی؟ من الذین اتبعوا، از تابعان، از اونهایی که تبعیت و پیروی کردند اونها را، اونهایی که مرید اونها بودند. منظور اینهایی که همیشه تبلیغ شرک میکنند، اینهایی که به عنوان مرجع شرکند، در این ماهواره ها هی مردم را میگویند بیایید به سوی عبادت غیر خدا، بیایید اینجا حاجات شما برآورده میشه. یک گروهی میگه بیایید از عیسی مسیح هر چی بخواهید به شما میده. اینهایی که به سوی عبادت غیر خدا فرا میخوانند، الله میفرماید روز قیامت اظهار براءت میکنند از پیروانشان. و رأوا العذاب، همگی عذاب را میبینند. رأوا العذاب پایینش نیست، جمیعا تابع و متبوع همه عذاب را میبینند. و تقطعت بهم الاسباب، اسباب یعنی رابطه، تعلقات، اون تعلقات دنیوی قطع میشه، در میان اینها قطع میشه. و این بیچاره ها، تابعان، پیروان، مریدان، اونجا میبینند که اینا تو دنیا ما را دعوت دادند، به این راه ما را کشیدند، ما را گمراه کردند با اون شیرین زبانی های خودشون، الان ما را رها کردند. تمنا میکنن، میگویند اگر یک بار دیگه به دنیا برگردیم، ما اونجا که فرصت خوبی است از اینها اعلام براءت میکنیم، از اینها بیزار میشیم. الله میفرماید وقال الذين اتبعوا، میگویند کسانی که پیروی کردند، لو ان لنا کرة، اگر برای ما باشد بازگشتی، فنتبرأ منهم، پس ما تبری می جوییم، ما بیزار می شویم از اینها، یعنی از عبادت اینها، از پیروی اینها. کما تبرؤوا منها، همان گونه که اینها بیزار شدن امروز در این جای سخت از ما. الله می فرماید کذالک یریهم الله اعمالهم، این گونه نشان میده الله عزوجل به آنها اعمالشان را، اعمال شرکی. این عمل شرکی هست، این نتیجهش حسرات علیهم، باعث حسرت بر اونها میشه. اعمالی که انجام دادن، این اعمال چی میشه؟ باعث حسرت و تأسف میشه. خب حال سوال اینجاست که این همه حسرت میخورن، بیچاره پشیمانند، این پشیمانی، این اظهار تبری، این حسرت هیچ دردی را درمان نمی کند، باعث نجات اونها نمیشه. الله میفرماید و ما هم بخارجین من النار، با این پشیمانی و ندامت، با این حسرت نیستند آنها خارج از نار. یعنی تابع و متبوع بنویسید، تابع و متبوع خارج نمیشند، همونجا تشریف دارن، اونجا ماندگار میشند. سبحان الله. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
بحث شرک بود، نه؟ بحث شرک بود که غیر خدا را از غیر خدا کمک خواستند، غیر خدا را تعظیم میکنند مثل تعظیم خدا. و اینجا نوع دیگر از اون شرک را الله ذکر میفرماید. یکی دیگر از صورتهای شرک که بنده بهش خدمت شما عرض بکنم شرک فعلی هست. شرک فعلی، عملی، فعلی. این شرک فعلی 4 عنوان تحتش دارد. یکی تحریمات الهی، یکی تحریمات غیر خدا، غیر الله، یکی نذورات الهی، یکی نذورات غیر خدا. یعنی چی؟ تحریمات الهی به اون محرماتی گفته میشه که خدا اونها را حرام قرار داده. در آیات بعد میاد انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. اینها را انسان باید چی بدوند؟ حرام. تحریمات الهی حرامند. هر کسی که تحریمات الهی را حلال بداند این شرک کرده، به خاطر مثلا فلان معبود، به خاطر تعظیم فلان شخص. دوم هست تحریمات غیر الهی، تحریمات غیر الله میگند. تحریمات غیر الله اینه که اونها را خدا حرام قرار نداده. این آقا به خاطر فلان بت، فلان آستان، فلان مزار، فلان قبر، فلان نماد شرکی اونها را حرام میداند. تحریمات غیر الله اینها هم بحثشون میاد در قرآن. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام. اینا 4 نوع شتر هستند که آیش بیاد انشاءالله توضیح میدیم که اینها را برای بتهای خودشون، برای معبودهای باطل و آلهه باطل مردم وقف کرده بودند. بعضی ها را سوار نمی شدند، می گفتن مال دربار، سوار شدنش ممنوعه. بعضی ها را شیرشون را حرام می دانستند، بعضی ها گوشتشون را حرام می دانستند. اینه که خدا حلال قرار داده، تو به خاطر غیر الله اینها را حرام قرار دادی. اینها را میگن تحریمات غیر الله. اینم شرک. و سوم نذورات الله. نذورات الله یعنی نذری که برای خدا شما انجام میدی. شما میگی من گوسفند را به خاطر خدا میکشم، خب این حلاله. اما 4م نذورات غیر الله یا لغیر الله، نذری که برای غیر خدا میشه. من این گوسفند را، این شتر را میبرم به دربار پیر صاحب، اونجا میکشمش. لذا این نذر، این هم شرک. پس اینجا یا ایها الناس بیان شرک فعلی است. بعد از اون شرک اعتقادی اونجا یحبونهم کحب الله، اون با اعتقاد. و البته شرک فعلی نتیجه همون شرک اعتقادی هست. وقتی که برای غیر خدا چی؟ اون تعظیم خدایی را قائل باشی، اون احترام خدایی را قائل باشی، همونطور که به خاطر خوشنودی خدا یه چیزی را نظر میکنی، به خاطر خوشنودی او هم چیزی را نظر میکنی. این شد عبادت، این میشه شرک فعلی. لذا همونطور که خدای عزوجل محرماتی قرار داده که اینها را نمیخورم چون خدا حرام قرار داده، لذا بعضی ها را چیکار میکنیم؟ به خاطر غیر خدا حرام قرار میدیم. الله میفرماید اینا حرام نیستند، اینا را بخورید. پس یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بیان تحریمات غیر الهی هست، بنویسی بیان تحریمات غیر الهی. یعنی خدا حرام قرار نداده، مثل همین بحیره و صائبه خدا حرام قرار نداده، اما اینها را مردم به خاطر غیر خدا حرام قرار دادند. الله میفرماید اینا حرام نیستند، شما اینا را حلال بدانید، استفاده بکنید، بخوریدشون. هر که گفته حرام غلط گفته. الله میفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مردم بخورید از آنچه که در زمین است حلال و پاکیزه.
حلال و پاکیزه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و شما پیروی نکنید از آثار قدم شیطان، نقوش شیطان، راهنمایی های شیطان مراد است. شیطان میگه اینا رو حرام قرار بده، نه، اینا رو خدا حلال قرار داده، این شطور خدا حلال قرار داده، چرا این حرامش قرار میده؟ انه لکم عدو مبین، بدون شک این علت است، بدون شک اون شیطان دشمن آشکار شماست، لذا شما از او حرف شنوی داشته نباشید. انما یأمرکم اثر عداوت بنویس، یکی از اثرات عداوت، یکی از علائم عداوت شیطان. الله می فرماید انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست که امر می کند شما را شیطان بالسوء، به بدی. بالسوء پایینش نیست، فی الاعمال، بدی در چی؟ در اعمال، یعنی به اعمال بد. والفحشاء فی الاخلاق، به کار بی حیایی، فحشا. این دو. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شرک، این که بگویید بر خدا آنچه که نمیدانید، افترا به خدا. بنویسید فی العقائد و الرسوم، مثلا مردم چی میگوین؟ خدا دستور داده این بزرگوار را سجده بکنیم، این افترا بر الله است. خدا دستور داده گوسفندان را به خاطر این بکشیم، این شیطانه، شما را به شرک وادار میکند، شما را به بقیه گناه ها مثل زنا الفحشا، به بقیه گناه ها مثل بدعملی، بدفعلی، بالسوء. پس ببینید شما شیطان، از شیطان حرف شنوی داشته نباشید. و الله عزوجل اینجا سرزنش میفرماید مشرکین را، که این مشرکین برای شرک خودشون چیکار میکنند؟ وقتی که میگویند که شما از کلام خدا پیروی بکن، مشکل امروز همینه که اونهایی که به دنبال خرافاتند از کتاب خدا پیروی نمی کنند. اگر از کتاب خدا پیروی بکنند مشکل درست نمیشه. هرگاه به اونها گفته میشه از کتاب خدا پیروی بکنید، اونها میگن نه، ما از پدرانمون پیروی میکنیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به آنان گفته میشه پیروی کنید از آنچه که الله نازل فرموده، اونها چی میگن؟ قالوا، میگن ای لا نتبع، ما از کلام خدا پیروی نمی کنیم، ببینیم ما اینطور نباشیم. اونها میگویم بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم از آن روشی که یافتیم بر آن پدرانمون را، بر اون پدرانمون را یافتیم. مشکل ما متاسفانه مسلمان ارسی اینه که نگاه میکنیم گذشتگان ما چه کار کردند، پدران ما چه رسم و رسوماتی داشتن، چه روش زندگی داشتن، در حالی که امروز علم آمده، امروز آگاهی آمده، امروز الحمدلله قرآن و سنت در میان جامعه توضیح داده میشه، تشریح میشه، تفسیر میشه. در گذشته مردم نمیدونستند، در گذشته الفبا را بلد نبودند. امروز غلطه اگر کسی بگه نه من نگاه میکنم پدر و پدر بزرگ، جد و امجد چیکار کردن. نه، امروز باید همه ما از قرآن خدا پیروی بکنیم. لذا همه مسلمانان اگر بخواهند عقیدهشون اصلاح بشه، عملشون اصلاح بشه، اخلاقشون اصلاح بشه، رسومات و مراسماتشون درست بشه، باید بیایم به سوی قرآن. ببینن قرآن الله فرموده اتبعوا ما انزل الله، از ما انزل الله پیروی بکنید. اما اونها چی میگفتند؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. پایینش بنویسیم من التحلیل و التحریم، یعنی حلال و حرام در این باره نگاه میکنیم پدران چه چیزی را حلال دانستند، چه چیزی را حرام. الله میفرماد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون،
بعد از همزه استفهام که در اول این جمله هست فعل یتبعونهم مقدر است. ایتبعونهم یا ایتبعون آباءهم، آیا اینها از پدرانشون تبعیت میکنند، از کتاب خدا نمیکنند؟ ولو کان آباءهم، گرچه بودند پدران اونها لا یعقلون شیئا ای فی الدین، در باب دین هیچی نمیدونستند، ولا یهتدون، و بر هدایت نبودند، ای لا یهتدون الی کتاب سماوی، هیچ کتاب آسمانی را اونها بلد نبودند، بر هدایت نبودند. آیا از چنین پدران اینها پیروی میکنند؟ کتاب خدا را پیروی نمیکنند؟ لذا الله عزوجل میفرماید باید کتاب خدا را، اتبعوا ما انزل الله، کتاب خدا را پیروی بکنند. اون انسان هایی، ببین اینجا الله عزوجل بعد از این مثال ذکر میفرماید برای سوء فهم مشرکین. واقعا اینها کودنند، اینها نادانند، اینها نفهمند، نمیفهمند. مثل حیوان، حیوان پشت سرش یک چوپانی هست، پشت رمه هست، این چوپان هی جیغ میکشه، فریاد میزنه، صدا را بلند میکنه. او حیوان میفهمه چی میگه؟ نمیفهمه، فقط صدا را میشنوه. این مثلا جلوتر میگه که به طرف باغ نرو، با همون تعبیرات خودش به طرف درخت نرو، حیوان میره. به طرف آب نرو که میفتی، حیوان میره. لذا این هرچی به قول معروف هری میکنه هیچ او حالیش نمیشه. لذا الله میفرماید مشرک این طوره در نفهمیدن. الله میفرماید و مثل الذین کفروا، مثال آنهایی که کفر کردند، راه کفر و شرک را انتخاب کردند، کمثل الذی ینعق، مثل اون کسی است که ینعق، نعیق اون صدایی را میگند که حیوان را با اون صدا میزنند. چنانچه علامه ابن جریر رحمه الله نوشته از مجاهد، مفسر مجاهد نقل میفرماید عن مجاهد کمثل الذی ینعق مثل ضربه الله تعالی، این مثالی هست که خدای مثال را بیان فرموده، لمن یسمع ما یقال ولا یعقل. این مثال کسی هست که میشنود چی میگویند اما نمیفهمد چی میگویند. کمثل البهیمه، مثال این مثل اون بهیمه هست که تسمع النحیق، اون صدای عرض کنم چوپان را، اون جیغ چوپان را، اون فریاد چوپان را میشنود ولا تعقل، نمیفهمه این چی داره میگه ابن جریر. پس مثل اون کسی است که ینعق، یعنی فریادی برمی آورد، بما لا يسمع الا دعاء و نداء. بما اینجا ما زائده هست، فریادی برمی آورد اما لا يسمع، اون حیوان نمیشنود مگر دعا و ندا، یعنی فقط همین فریادش را و صدایش را، دیگه چیزی نمیفهمد. لذا الله عزوجل میفرماید این مشرکان که نمیفهمند، صم بکم عمی فهم لا یعقلون، اینها ای هم صم، اینها کرند، ناشنواند، بکم لالند، عمی نابینند، کورند، فهم لا یعقلون. یعنی الله عزوجل، قبلا ما این آیه را خواندیم، الله عزوجل قدرت فهم را از اینها گرفته، میشنوند ولی نمیفهمند. و عرض کنم که در واقع گویا نمیشنوند و اینها در واقع گویا اصلا لال هستند، گویا نمیبینند، کور هستند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات. پس الله عزوجل بعد از این تذکر بلیغ اعاده می فرماید تحریمات غیر الله را برای تأکید که شما برای غیر خدا چیزی حرام قرار ندهید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم، بخورید، اینها را ما دادیم، اینها را حرام نکنید. واشکروا لله، سپاسگزار الله باشید، شکر کنید برای الله علی ما رزقکم من الطیبات، این طیباتی که الله به شما داده، مال پاکیزه‌ای که داده. چه گوشت خوب و لذیذی هست مال شتر، اینه برای غیر خدا حرام قرار دادی؟ چه شیر پاکی هست، اینو نمیخوری؟ حیوان هم با این شیرش چقدر درد میگیره پستانش، که این به خاطر آستانه هست، این به خاطر فلان بزرگ هست. واشکروا لله، بر این رزق خدا شکر کنید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط او را پرستش میکنید، اگر فقط خدا را پرستش میکنید، پس چیکار بکنید؟ اینها را بخورید، اینها را حلال بدانید. ها، اگر غیر خدا را پرستش میکنید، پس اون وقت ما میگیم خود دانید، اختیار دارید. اگر عابد غیر الله هستی، اگر بنده غیر الله هستی، اون وقت هرچی همون غیر الله میگه. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. اینجا دومین عنوان است. عنوان اول را خواندیم، تحریمات غیر الله، که تحریمات غیر الله را انسان باید حلال بداند، این شرکه. و اینجا انما حرم علیکم المیتة هم محرمات الهی هستند، تحریمات الله اینا حرامند. و در این محرمات نذورات غیر الله، نذر برای غیر خدا، که این هم حرام است. اون حیوانی که انسان اون را نامگذاری میکنه برای غیر خدا، میگه این مال دربار است، به خاطر فلان پیر اینو میکشم، فلان مرشد اینو میکشم، فلان آستانه و فلان زیارت اینو میکشم. این را که نامگذاری میکند برای غیر خدا، این همین الان حرام میشه. اینجا پس بحث تحریمات الله، محرمات الهی، از اون عناوین چارگانه هم به اینجا تحریمات الله صدق میکند و هم نذر غیر الله، چون نذر غیر الله حرام است. یکی از این چارتا نذر غیر الله است. الله تعالی اینجا چارتا از محرمات را ذکر میفرماید. اونها چی هستند؟ الله میفرماید انما حرم علیکم المیتة، جزی نیست که حرام است بر شما، میته حرام است. میته اون حیوانی را میگویند که بغیر زکات و بغیر ذبح کشته چه بمیرد، ذبح نمیشه. و دم مسفوح، دم جاری، خون هم حرام است. و لحم الخنزیر، و گوشت خنزیر با تمام اجزایش. خب و ما اهل به لغیر الله، این آیه را بفهمید که چند جا این تکرار شده. بعضی میگه آنچه که ذبح بشه برای غیر خدا، این ترجمه اشتباه است. گرچه برای غیر خدا ذبح بشه اونم حرام است، ولی معنای و ما اهل به لغیر الله چیز دیگه هست. احلال نامزد و نامگذاری را میگویند، مسما کردن، نامگذاری کردن. ما میدونید که کلمه عام هست، شامل حیوان و غیر حیوان میشه. معنی میشه آنچه که نامگذاری بشه، آن ما اهل به، آن لغیر الله، برای غیر خدا. تنها شامل گوسفند و شتر نمیشه، هر چی باشه. این لیوان شربت، وقتی میگم این را من برای فلان بزرگوار میدهم، برای خوشنودی روح او میدهم، پس این را من نامگذاری کردم برای غیر خدا. اون وقت چی میشه؟ این حرام میشه. این جزء لحم الخنزیر قرار میگیره، در اون ردیف خدا قرار داده. هر چیزی را که شما نامگذاری بکنید، مسما بکنید، بر اون نام غیر خدا را بگذارید که این به خاطر این خیرات، این قربان، این عرض کنم که برای غیر خدا.
پس وقتی که ما بگیم شامل شتر میشه، شامل گوسفند میشه، شامل عرض کنم که گوشت و برنج میشه، شامل آش و پلو میشه، شامل شربت و یک لیوان آب حتی میشه، شامل نخود و کشمش میشه، هر چی باشه. در قدیم مردم نان روغنی درست میکردند، شامل اون نان روغنی میشه. هر ملکی، هر کشوری برای خودش یه رسمی داره. پس اگر برای خدا بده کسی اشکال نداره، این خیراتیه، این نظریه، این هرچی. اما وقتی که برای غیر خدا بشه و نامگذاری میکنه برای غیر خدا، این اشتباه هست، این شرک، این حرام میشه. البته اینجا یه فرقی بدونید که کسی برای خدا میده، بعضی سری خرافاتی هست که اونها هم باید نباشه. مثلا در شب جمعه نباشه، در شب هفتم نباشه، در شب چهلم نباشه. هر وقتی که میده، یه گوسفندی میده میگه این را من قربانی میکنم برای خدا، برای رضای خدا، اما ثوابش را میبخشم به استادم، به پدرم، به جدم. ایصال ثواب اشکالی ندارد، این درسته. اما برای خوشنودی و رضای غیر خدا نامگذاریش وقتی میکنه، این میشه حرام. این را ببینی خدا در چه ردیفی قرار داده. پس باید مسلمان قرآن را بفهمد، قرآن را متوجه بشه. الله میفرماید که جزئی نیز حرام است برای شما حیوان خود مرده، گوشت خنزیر و خون جاری و هر آن چیزی که، خب تو ترجمه ها شما میخوانید، ترجمه های فارسی نوشته اون حیوانی که ذبح میشه، منظور حیوان نیست، ما عام هست. البته چون عموما حیوانات را برای غیر خدا نامگذاری میکردند، لذا اونا بر اساس اون چیزی که عرف بوده، اون بر اساس اون عرف تشریح میکنن، تفسیر میکنن. و الا چه حیوانی باشد چه غیر حیوانی باشد، نامگذاری بشه. اون و ما ذبح علی النصب اون فرق میکنه، اون یک مورد دیگه هست. شما میخوانید در ادامه انشاءالله ترجمه قرآن کریم که بر نمادهای غیر الله، نمادی که اونجا مردم شرک میکنند، اونجا مردم میره از غیر خدا حاجت میطلبند. خب بعضی مردم اونجا میبردند گوسفند میکشتند، شتر میکشتند، اون یه چیز دیگه هست، اون هم حرامه. اون را قرآن میگه و ما ذبح علی النصب. اما این لازم نیست که اونجا ببرید به همون نصب قرار بشه، همینجا تو خونه خودت میکشی، ولی نامگذاری که کردی این را به نام فلان انسان، فلان اله باطل، ولو اینکه تو خونت بکشی، ولو اینکه بسم الله الله اکبر بگویی، این را هم داشته باشید. کسی میگه این حیوان را من برای رضای پیر صاحب خیرات میکنم، این حرام شد. الان بعد میکشد بسم الله الله اکبر میگه، این بسم الله الله اکبر اون را حلال نمیکنه. کسی بیاد خنزیری را بکشه بگه بسم الله الله اکبر، حلال میشه؟ نمیشه. این مثل خنزیر شد با همون نظرت، با همون شرکی که کردی، گفتی اون چو عبادت مالی هست، برای غیر خدا انجامش دادی. لذا همه این صورت ها را متوجه بشید. الله می فرماید و ما اهل، آنچه که نامگذاری بشه، بهی آن، لغیر الله، برای غیر خدا. فمن اضطر، هر کسی مجبور شد در یک مخمسه و گرسنگی است، در هلاک میشه، مجبور بشه یکی از اینها رو بخوره، غیر باغ ولا عاد، بغیر از اینکه تعدی بکند، بغیر از اینکه از حد تجاوز بکند. بغاوت از حد گذشتن را میگویند، یعنی بدون حاجت خوردن باغی هست، حاجتی نداره. ولا عاد، عاد اینه که به اندازه قوت لا یموت بخوره، اگر بیشتر از قوت لا یموت بخوره این تعدی کرده، این عاد است. پس بدون نیاز نخورد، از حد نیاز بیشتر هم نخورد، فلا اثم علیه، بر اون گناهی نیست. ان الله غفور رحیم، همانا الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. کسی وقتی که
مجبور بشه، مضطر بشه، الله او را اضطرارش را هم میداند، هم او را میبخشد و بر او مهربان است. صدق الله مولانا العظیم.